همه دنبال این پاکبان میگردن، چون ایشون یه تنه کل اینستاگرام ایرانو به هم ریخته. هیچ کس هم نمیشناستش، فقط یکی از هموطنامون توی تهران از ایشون در حین تمیزکاری شهر فیلم گرفته، در حالی که یه پاشون رو از دست دادن. خیلی ها با این فیلم احساساتی شدن و در به در دنبالشون میگردن تا براشون پروتز پا بخرن یا بهش کمکی بکنن. خیلی هم غیرت این مردو تحسین کردن و بعضیام گفتن نمیشد یه کاری که احتیاج به وایسادن نداره واسهشون جور میکردن. به هر حال این بنده خدا دیده شده، ولی ما توی کشورمون از این پاکبانهای مظلوم و درمونده کم نداریم. همین چند وقت پیش بود که یه راننده مست 4 تا از پاکبانای همین شهرداری رو به دیار باقی فرستاد. یا در طول سال بارها اتفاق افتاده که پاکبانها امانتهایی مثل طلا و دلار و چیزای با ارزشی پیدا میکنن که چندین برابر حقوق سالانه‌شونه، اما برمیگردونن به صاحب اصلیش. مثل پاکبان گرگانی که در ازای برگردوندن 3 میلیارد تومان دارایی حتی حاضر نشد از طرف مقابل شیرینی بگیره. میخوام همینجا در همین لحظه با یک کامنت زیبا از زحمات تک تک پاکبانهای ایران تشکر کنیم تا بلکه کمی از خستگی‌هاشون در بره.